سیزن جدید داره کم کم میاد و آیتماش داره لو میره. ما داریم سراغ تمامی آیتمایی که توی بتل پس قراره توی سیزن آینده اضافه بشن رو بهتون بگم. توی این سیزن تم حیوانی تو حیوانی جنگلی طور داره. بخاطر اول کاری که ما یه تاندر هستش که یه اسنایپ این شکلی اون دهنی که از جلوش در اومده خیلی باحاله و کلا شکلش این گانش خیلی خفنه و خیلی خوشگل در اومده. حتی اون دوربینش هم خیلی باحاله. اگه حالا توی گیم پلی نگاه بکنید اسکوپش هم خیلی جالبه وقتی شما زمانی که زوم بکنید و کلا میشه گفت یه اسکین خیلی باحالیه که شما میخواید حالا دوست داشتید میتونید استفاده بکنید. گان بعدی که داخل بتل پس هستش ASM10 که بعد مدت ها وارد بتل پس شد و یه همچین شکلی داره که یه دونه گان اپیک داخل بتل پس قدم اومده به اسم CX9 که خیلی شبیه همونه. یه تم پرنده ای طور داره که خیلی قشنگ و فوق العاده است، یعنی واقعا خیلی زیباست. و اگه شما زمانی که زوم بکنید خب آیرون سادش رو ببینید، اولا اینکه این بالهای پرنده میفته داخل ایمتون و خیلی جالبه این قضیه، خیلی خوشگلش میکنه گان رو. گان بعدی که شما اینجا دارین گان SMG جدید VMP هستش که یه کمکی شبیه الکار 9 داره شکل شمالش، ولی SMG جدیدی که قراره توی سیزن آینده وارد بازی بشه. شکلیه که خیلی جالبه و یه حالت نارنجی طور داره که میتونین حالا استفادهش بکنین که کلا جالبه. اون اینسپکشنش هم خیلی جالبه و خب حالا ایمش هم شبیه میتونم بگم PDW هستش تکاتوک و شما میتونید خیلی راحت بزنید. CBR فرام شاید یکم شبیهش باشه. گان بعدی که داخل بتل پس داریم اینجا ما هیدس رو داریم که حالا اینجا دیگه میبینیم این شکلیه، یک کمکی نرماله دیگه، فقط یکم رنگ و روش عوض شده، شکلش هم یعنی همونه و حتی آیرون سادش هم همونه، یعنی هیچ تغییر خاصی نکرده، فقط شاید اسکینی عوض شده و آره هم توی بتل پس هست. و آیتم بعدی که ما اینجا داریم بعد از مدت ها اسنایپ کشکار رو داریم. بچه‌ها اسنایپ کشکار داریم، می‌بینی که خیلی شبیه پلنگ نه اون 101 سگ خالدار بشی بود، شبیه همونه طرحش و خیلی جالبه که میتونید شما این رو حالا بگیرید داخل بتل پس که استفادهش بکنیم. اون اسکوپی هم که داره خیلی باحاله. کلا این اسکوپی که داره کل ناحیه دور تا دور تصویرتون رو میگیره و خب یکم خیلی تعریفی نیست این قضیه، ولی خب کلا گان شکل و شمالش باحال بود و خب حالا این رو هم توی بتل پس ما داشتیم. اما سراغ اسکینای بتل پس بچا، اولین اسکین که ما توی این بتل پس داریم اسکین امریکن بولداگه که خیلی باحاله حاجی، یه هشواتو روی سرش داره که خیلی باحاله و کلا شکل شمالش خیلی جالبه. اون هشوه واقعا تو چشم فرو رفت، یعنی فکر کنم اسکین اولش هم هست، حالا دقیقاً نمیدونم، ولی واقعا خیلی بامزه است، خیلی جالبه اینکه یه هشوا داخل بدنیت نه تو صورت در اومده، خیلی جالبه. اما اسکین بعدی که شماره 2 اسکین گوستاوو که فکر کنم اسکین جدیدی که وارد بازی شده که یه همچین شیپ داره. قبلا دونه اسکین جنگلی طور اومده بود که سبز بود و توی چمن چیزی قایم بشی، این شبیه همونه و حالا میتونید بگیرید پشتش هم از اون حالتای پرمانند داره حالا اگه اشتباه نکنم و کلا چیز جنگلی خیلی مثلا توی برفا مثلا میتونی خیلی مثلا بمونی و اینا. اسکین سومی که داخل بتل پس داریم کد نیم هستش اسمش و اینجوریه و من یاد شبیه چیز میندازه، کروگر میندازه اون اسکینش که توی رنگ بود، خیلی جالبه اصلا. فولاد خیلی شکلش شمالش باحاله، مثلا اون حالت اون چیزایی که رو صورتش هستش، اون بازوهاش و دستاش و اون بدنش خیلی جالبه. اسکین بعدی که ما اینجا داریم کیتسون هستش که اگه اشتباه نکنم این اسکین بار دوم توی بتل پس اومد و خب بار اولش چند سیزن قبل دقیقاً یادم نیست، همون تایمی که حالا با چینی داشتن فکر کنم سه و نمیدونم. آره این حالا اسکین دوم میشه که با همون مدلمون و با همون استایل که خیلی جالبه. اسکین بعدی اسکین بیکر هستش توی بتل پس که اینجا میتونیم بگیریمش که یه نایف پشتش داره که واقعا چشمون گره، کلاه خیلی جالبی داره و حالا بدنش خیلی تجهیزات داره که خیلی پت و پهن میکنه اسکینو، خیلی هم چیز داره که و اینکه این بود از آیتم‌های بتل پس که با هم دیدیمشون. یه نکته راجع به باکس‌های صدایی هستش که حتما اون نکته رو اگه می‌خواید بدونید به این ویدیو سر بزنید، تو چیزا گفتم که حتما به درتون میخوره. دمتون گرم، باشه، استمون تیابی بعدی فعلا گود بای.